سخنگوی قرارگاه خاتم هم خدمت شما عرض کردیم. جزئیات انهدام پرنده‌های متجاوز دشمن این هست که بامداد امروز در منطقه استان اصفهان یک فروند هواپیمای HC-130 عملیات ویژه آمریکا، 2 فروند بالگرد بلک، 1 فروند MQ-9، 1 فروند هرمس 500 به دست رزمندگان ما متلاشی شد. همونطور که شما هم در تصاویر دارید مشاهده می‌فرمایید و گویا طبعا شدت اصابت و آتش‌سوزی به هواگردهای دشمن اونقدر زیاده که تلفات دشمن نامشخصه و در دست بررسی است. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، رزمندگان با صلابت و شجاع اسلام توانستند پرقدرت، با سرعت و با دقت ضربات مهلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش، یک جنگنده پیشرفته A-10 را تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار دادند. قبلا اعلام کرده بودیم ما توانایی‌هایمان را در میدان نشان می‌دهیم. دشمن بداند که ما با سامانه‌های نوین پدافند هوایی که به دست جوانان دانشمند و پر افتخار این کشور ساخته شده و یکی پس از دیگری در میدان عمل از آن رونمایی می‌شود، حتما به کنترل کامل آسمان کشورمان فائق خواهیم آمد و حقارت دشمن زبون را به جهانیان پیش از گذشته ثابت خواهیم نمود.